روز دوشنبه 8 ژانویه، پس از آن که تعدادی از یهودیان ارتدوکس تلاش کردند مانع فعالیت کارگرانی شوند که می‌خواستند تونل غیرقانونی حفاری شده را پر کنند، هرج و مرج در کلیسایی در محله بروکلین نیویورک رخ داد. در نتیجه این درگیری، اداره پلیس نیویورک وارد شد و دست کم 10 نفر را دستگیر کرد. این راهروهای مخفی در زیر زمین کنیسه متعلق به جنبش چاباد لوباویچ، یک فرقه یهودی حسیدی، حفر شده بودند. ویدیوهای منتشر شده از درگیری پلیس با معترضان یهودی نشان می‌دهد که چند مرد پس از تخریب بخشی از دیوارها با دستهای بسته به بیرون هدایت می‌شوند. مشخص نیست انگیزه ایجاد تونل در این کنیسه چیست و چرا برخی از اعضای متعلق به جامعه یهودی چاباد لوباویچ به شدت نسبت به ورود یک کامیون سیمان برای پر کردن این تونل واکنش نشان دادند. در حال حاضر اختلاف حقوقی بر سر مالکیت این کنیسه وجود دارد. جامعه چاباد از اتفاق رخ داده درباره این کنیسه قدیمی خشمگین شده و خواهان تحقیقات درباره آن است. در همین حال وضعیت ساختمان‌های اطراف از سوی مسئولان شهر در حال بررسی است و کارشناسان می‌گویند که ساخت و سازهای زیرزمینی انجام گرفته امنیت سازی این بنای تاریخی را تهدید می‌کنند. طبق برخی از گمانه‌زنی‌ها علت ساخت تونل به دوره همه‌گیری کووید مربوط می‌شود که این راهروی مخفی به اعضای چاباد اجازه می‌داد که در زمان قرنطینه در کنیسه حضور پیدا کنند. با این حال وبسایت فوروراد گزارش داد که هدف از ساخت این تونل توسعه کنیسه و دسترسی زیرزمینی آن به برخی از مراکز دیگر بوده است. سخنگوی پلیس درباره درگیری رخ داده در کنیسه بروکلین گفت که این حادثه هیچ مصدومی نداشته. با این حال چنین اتفاقی را حیرت آور خواند. به گزارش دیلی میل، یوسف براون، خاخامی که کنیسه را اداره می‌کند نیز اقدامات این مردان جوان در تخریب بخش‌هایی از دیوار را وحشتناک خواند. براون افزود که تخریب و نابود کردن چنین مکانی حیرت انگیز است و اقدام مردان جوانی که سبب این اتفاق شدند باید تحت تعقیب قرار بگیرد. چاباد لوباویچ یک جنبش از یهودیان سنت‌گراست که به صورت خیریه به یاری یهودیان در سراسر جهان می‌پردازد. مرکز این جنبش بین‌المللی در بخش کراون هایتس، محله بروکلین در شهر نیویورک، ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جنبش مذهبی چاباد در قرن 18 میلادی در شهر لوباویچ در بلاروس به وجود آمد و همین اکنون دارای بیش از 3000 مرکز در سراسر جهان است. تا اکنون معلومات بیشتری یافت نشده. در صورت به دست آمدن معلومات جدید در مورد ساخته‌ها در ویدیوی دیگری به شما به اشتراک خواهم گذاشت. نظر خود را در مورد این ساخته‌ها برای ما در کامنت به اشتراک بگذارید و برای حمایت از کانال ما کانال را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. سپاسگزارم.